این دم سلام باشد، دو دست روی سینه از احترام باشد. بالاتر از جمال یاران نیست ماله، دیدار دوست ما را ماهی تابان باشد. از خاک تاجیکستان روید گلی تمنا، بال ماکی ما را تاجیک نام باشد. سلام عزیزان، سلام دوستان، سلام به آن نفرانی که در جستجوی بخت و سعادتند و زندگی را همیشه دوست می‌دارند. و بیایید در این ابتدا که با هم سرجم آمدیم بهر خانوادی داماد و عروسی نازنین، شهوچه نازنین دولت علی جان که با گل عروسی نازنینش ملکه بزم جمشیدی امشبه ما، که این دو جگربند این خانواده، این دو فرزند نکونام اکای نورالله که اثر مهر و محبت پاک انسانی گذاشتند، اولا بهرشان عمری دراز میخواهیم، درازی بردوام، خانه آباد، آبادی پربچه و تمام خوشی زندگی را آرزو میکنیم. و بگذار این دو نهال باغی که به هم میپیوندند در گردشان نهالچه های نو و نو پیدا شود و بال و پری داماد و عروسی نازنین باشند. و دوستان مهربان، اهل و بیت این خاندان با دلی پر از مهر و محبت، با لبی پرخنده برای هر یکی ما و شما میگویند این خانه پر از ساز و نوا هست، بیا. پر از غزلی صدق و صفا هست، بیا. یاران عزیز گردی هم آمده اند، این خانه پر از کیف و صفا هست، بیا. خواهی بسرا، خواه برقص، خواه بنوش و هر کار که میکنی روا هست، بیا. واقعا هر یک کاری ما و شما دوستان عزیز در این خاندان، در این محفل روا هست، چون عزت را قدر دانسته آمدید به این محفل. پس 100 بار هزاران بار قدم های شما نوری دیده تاجی سر باشد. عزیزان، ای عزیزان، بر شما توی مبارک باشد، خنده بخت در این توی مبارک باشد. به همه تو یکی ها و به همه خش و تبار وحدت دو گلی خوشروی مبارک باشد. زندگی مثل زمین تشنه آب است مدام، چشمه مهر در این جای مبارک باشد. ای همه اهل نشستی شبی خرسندی ما، موج تبریک زی هر سوی مبارک باشد. سخن گفته ما توفه تویانه ماست، هدیه رابی خوشروی ای 100 بار مبارک باشد. بار دیگر مبارک باشد این روزی خرسندی بهر داماد و عروسی امشبه. و میگیم از اهل هنر سلام بادا به شما، از اهل هنر سلام بادا به شما، عمری خوش و بر دوام بادا به شما. داریم دعا همه در این روزی نکو، اقبال و شرف غلام بادا به شما. و نگفتنم من دوستان عزیز، محفل آرای امشبه آبادگیرنده بزم نوجوانان که با تکلیف حضرت شاه گروه آوازداری مشهوری جمهوری تاجیکستان تحت عنوان همگان مرد شریف میدان هنر، هنرمند جوان و خوش‌سلیقه کولابشهر باستانی که با دسته مطربان چهره دستش با سرود و ترانه های مرغوب و جذاب قدم های خش را رنجه نمودند، اینک می سرد با آواز شیرین، با سرودهای بهترین، با هنری بالایش بزم امشبه ما را آباد و زیبا می گرداند. هنرمند جوان و خوش‌سلیقه ظفری نمانزاد، سرای بلبل خوشخوان، سرود عشق دلداران که در کاشانه یاران بهاری تازه بنیاد است. در آن جای صفا باشد دلی پر از وفا باشد، چون این صوت و نوا باشد همان کاشانه آباد است. بری آبادی این خاندان ظفری نمانزاد زنده باشند. خوش آمدید. خوبی میکنیم به خاطر
مادرها به خاطر شبچه نازنین یک قرصک دهاتی زنده باشن، آباد باشن. میگوین هر کجا مردی بزرگ است گرفتاری زن است. زن سجدگاه بزرگ و مقدس است، منبع زیبایی است، سزاوار نوازش و پرستش، مرهم راز، آرام دل، جان و جگر، قند عسل، مغز نبات، ململات و سریک ارث می باشد. یک قرصک دیگه بر خاطر مادرای مهربان میزنیم. زنده باشن، آباد باشن. اما نیز دوستان عزیز در برابر انا همه هنرمندان یک چند سرودای رقصی میخونیم به خاطر شما. مرحمت خواهشمندا باشن. به رقص بار دیگر خوش آمدین. توی مبارک باشد. زنده باشن. بار دیگر توی مبارک باشد. شبچه نازنین سرودا برای شما. در پسی خانتانم مست دیوانتانم، ببرا مرا خش بگی تا کی بگانتانم. در پسی خانتانم مست دیوانتانم، ببرا مرا خش بگی تا کی بگانتانم. زنده باشم. در پسی خانتانم مست دیوانتانم، ببرا مرا خش بگی تا کی بگانتانم. اوکی بیگانتانم. یه سنگ و سنگ میزنم و دیوار چنگ میزنم، زنگی در بازتانم جرنگ جرنگ میزنم. در پسی خانتانم مست دیوانتانم، در پسی خانتانم مخلا بیگانتانم. در نازر و نازنینم